سلام، من زهرا هستم و تو داری به روان‌نوا گوش میدی. توی این پادکست هر بار قراره یه قدم با هم به سمت فهمیدن خودمون برداریم. نه نسخه ای از کسی شدن، بلکه خودمون. امروز درباره یه جمله ساده اما عمیق میخوایم حرف بزنیم. خودت باش حتی اگه صدات بلرزه. راستش خیلیامون با این جمله زندگی نکردیم. چند بار خودتو ساکت کردی فقط چون ترسیدی طرد بشی؟ چند بار لبخند زدی وقتی دلت میخواست گریه کنی؟ چند بار آره گفتی وقتی تمام وجودت داد میزد نه؟ تو تنها نیستی. هممون کم و بیش تجربهش کردیم، اما وقتشو دوباره یاد بگیریم. صداقت با خودمون شجاعته، حتی اگر لرزون باشه. اول بریم سراغ این که ترس از خود بودن از کجا میاد. بچه که بودیم ما رو شرطی کردن که تایید بگیریم. بچه خوبی باش یعنی ساکت باش. نمره خوب یعنی ارزشمند بودن. دوستت دارم ولی وقتی کاری کنی که من دوستش دارم، من خوشم بیاد. دوستت ندارم اگر کاری انجام بدی که برخلاف نظرات منه. و ما کم کم یاد گرفتیم که برای دوست داشتنی بودن، برای خواستنی بودن باید نقش بازی کنیم و باید هر آنچه طرف مقابل میگه رو قبول کنیم. برنه براون، محقق معروف آسیب پذیری، توی کتاب جرأت کافی بودن میگه که وقتی با خودت صادق نیستی تا تایید بگیری، بهای اون تایید میشه آرامش درونی. و واقعا هم همینه. ما با پنهونکاری خودسانسوریمون شاید تایید بگیریم ولی حس بودن رو از دست میدیم. توی کتاب 4 میثاق نویسنده میگه که یکی از میثاق‌های زندگی سالم اینه که هیچ چیز رو شخصی نکن. یعنی چی به نظر من؟ یعنی قضاوت بقیه، نظر بقیه، حتی بی‌تفاوتیشون، تمسخرشون، بیشتر از این که درباره تو باشه، درباره درون خودشونه. تو وقتی خودتو بروز میدی ممکنه خودشون نیاد. خب که چی؟ تو قرار نیست نسخه ای از خواسته های دیگران باشی. تو قرار خودت باشی، حتی اگر بدشون بیاد، حتی اگر دوست داشتنی نباشی. یه دختری بود به اسم فاطمه. همیشه ساکت، آروم، مؤدب، تایید پذیر. وقتی که میره دانشگاه یه روز میگه که من نمیدونم واقعا چی دوست دارم، چون همیشه همونی بودم که بقیه ازم میخواستن. تصمیم گرفت شروع کنه به خودش بودن. توی یه جمع اولین بار گفت که با این نظر مخالفم. صداش خیلی لرزید، دلش هوری ریخت، ولی همون شب به خودش گفت برای اولین بار یه ذره احساس ارزشمند بودن کردم. یه ذره احساس کردم که بله، منی هم وجود داره توی این دنیا. فاطمه هنوزم میترسه، اما هر بار که خودشو سانسور نمیکنه، یه قدم بزرگ به خود واقعیش نزدیک میشه. و تو هم میتونی مثل اون باشی. توی روانشناسی مفهومی هست به اسم ناهمخوانی خود. این یعنی فاصله بین خود واقعی و خود ایدئال یا نمایشی. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه، احتمال افسردگی، اضطراب و خشم بیشتر میشه و حتی میتونه روی سلامت جسمی و روانی اثر بذاره. کارل راجنز، روانشناس بزرگ انسانگرا، میگه روان درمانی یعنی محیطی فراهم بشه که آدم بتونه خود واقعیش باشه بدون قضاوت. حالا فکر کن اگر توی زندگی روزمره حتی کمی بدون قضاوت به خودت باشی چی میشه؟ تو به خودت فضا میدی که نفس بکشی، بترسی ولی حرکت کنی. You live in Hollywood. You're half an hour from me. Your reputation's good. I hope we've got a lot in common. I kind of think you should just drop it all and call. بریم سراغ تمرین ساده اما خیلی اثرگذار و طلایی. تو این هفته یه تمرین ازت دارم.
اول اینکه هر شب قبل از خواب فقط یه جمله بنویس که اون روز خود واقعیت رو بروز دادی. مثلا امروز نگفتم، امروز احساساتم رو بروز دادم، امروز نظرم رو بیان کردم. و دومیش هم اینه که یه لحظه ای رو بنویس که نشد خودت باشی اما متوجهش شدی. این باعث آگاهی تو میشه، یعنی اگر باز هم در چنین شرایطی قرار گرفتی یه بار این برات آشناست و یادته و میدونی که باید چه رفتاری از خودت بروز بدی. یادگیری خودت بودن یه شب اتفاق نمیفته. مثل یاد گرفتن دوچرخه سواری، هممون افتادیم، هممون اولین بارها لرزیدیم، اما بعدش خودتو میبری سفر. خودت بودن یعنی ریسک، یعنی شاید تنهاشی، شاید نفهمنت، شاید قضاوتت کنن، اما یه چیزی رو بهت قول میدم که خودت بودن تنها راهیه که تهش به آرامش واقعی میرسه. و بازم یه جمله طلایی از برنا براون: ما برای تعلق داشتن ساخته شدیم، اما تعلق واقعی وقتی اتفاق میفته که خودت باشی، نه نسخه‌ای که دیگران بخوان. پس تویی که داری صدامو میشنوی، اگر صدات میلرزه اشکالی نداره. همین لرزش یعنی داری راهتو پیدا میکنی. همین لرزش یعنی تو زنده‌ای. تا اپیزود 3 مراقب خود واقعیتون باشید.